میلیون یا که 10 میلیون اهالی تاجیکستان برای چی خاموش هستند؟ مگر ما کسی را به جنگ دعوت کردیم؟ ما تماما بار هم کسی را نگفتیم که ای مردم شما بخیزین یک فلانی را بزنین بکشین. ما میگیم که ای مردم شما بخیزین با شعارها نزد کارخانه های دولتی برین طلب بکنین. مثلا در یک پلاکت بنویسین که ما از کجا بیاویم بخریم. برای چی نرخ خوراکواری قدر قیمت است؟ از کدام معاش ما ایره بخریم؟ اینه میگونه لازونگ ها شما باید تا امروز میلیون ها بار میکردین. عصر 21 تمام دنیا در حال پیش رفتن است. مردم یک چیزای اختراع کرده استند که در عقل ما مردم تاجیکستان نمیغنجه. اما ما مردم تاجیکستان در عصر 21 حال تظاهرات کردن یاد گرفتگی نیستیم. از حقوق خود طلب کردن یاد گرفتگی نیستیم. وقتی که مردم دعوت به یک حقوق خود طلب کردن میکنی میگه که جنگ میشوه. برای چی باید جنگ بشوه؟ سبب اینمی را شما برای ما یک بار بگین. چی سبب میشوه که جنگ میشوه؟ فرض کردیم مردم خست از حقوق خود دفاع کرد. مردم خست گفت که ما نمیخواهیم که نرخ‌های اینمی اوزقواری اینمی قدر قیمت باشه. برای چی جنگ میشوه؟ اینمی چیزا طلب کرد خلق. چی به جنگ بشوه باید؟ فرض کردیم خلق خست گفت که برای ما جای کار تامین بکنین. برای چی باید جنگ بشوه؟ سبب در چیه که همین شما فقط میشینین میخیزین جنگ میشوه جنگ میشوه جنگ میشوه؟ چی به جنگ میشوه؟ سبب در چیه؟ من نمیفهمم همین چیزا. اگر کسی که میفهمه خواهش میکنم برای من بفهمونین که من بدونم که برای چی جنگ میشوه، که مرم دیگه خاموش بیستم. آخی دروغ است. یک شیطانگری است از جانب اینمی حکومت، از جانب امام علی رحمان و یک شیطانگری است که جنگ میشوه. مگر این جنگ نیست؟ 1 کیلو گوشت 70 سومانی، 7 یورو 1 کیلو گوشت. این جنگ نیست؟ جنگ به خاندان شما نیست از جانب حکومت. سببی از خانه ت رفتن زند نیست همی چیز. من مطمئن هستم که اینمی سبب میشه که چندین نویله ها ویران بشوند. دختر در خانه پدرش میره، گوشت هست، شرایط هست، میاد در خانه شوهرش نیست همو چیز. 1 سال طاقت میکنه، 2 سال طاقت میکنه، بالاخره میبروه میره و ایو خونه. نمیتونه یه حیات گشنه بگرده. باید شما در این عصر زمان کاملا با خبر باشین چگونه باید از حقوق خود طلب کرد، چگونه باید تظاهرات کرد، چگونه باید لجام حکومت کشید. ما و شما در عصر 21 زندگی داریم، تا حالی نمیدونیم که میتینگ کردن به فایده ما است یا به ضرر ما. تا حال نمیدونیم که مردم از حکومت حق جای کار طلب کردن دارند. تا حال نکردیم همی چیزا. عیب نیست. مردم افغانستان ببینین، مردم شریف افغانستان 60 سال است در افغانستان جنگ است. 60 سال جنگ است، با وجود همین مردمش بیدار هستند. مردمش تظاهرات میکنن، در پارلمان رزبار میکنن به یکدیگرش. اعضای پارلمان نوارهاش ما و شما خیلی چشمامو بلح کردگی میبینیم، اما عقل نمیگیریم، یاد نمیگیریم از اونها. کدام وقت شما دیدین که یک پرابلم خلق تاجیک در پارلمان تاجیکستان حل و فصل شدگی است؟
برای او چیز مردم اعضاهای پارلمان دست به گریبان شدگی هستند. کدام وقت دیدین شما؟ هیچ وقت ندیدین. و این همی خیلی خاموش باشین، هیچ وقت نمیبینین. پارلمان یک گروه مردمی هستند که اعضای پارلمان یک کاسه یا که یک طبقه خاک در دستشان دارن، هم که جای رحمان خاک میزنن میگردن. فقط کدام شما یک عضو پارلمان دیدین که با منفعت خلق برآمد سر بالا کرده گپ زد؟ فقط در پارلمان بحثی ذاتی گاو، ذاتی گوساله، ذاتی گوسپند میرود. تمام. در پارلمان فقط چگونه فریب کنن خلق، این همی چیز حل فصل میشوه. این همی سبب است که ما و شما بیچاره هستیم. این همی سبب است که ما و شما گدا هستیم، در بدر هستیم، میریم در دولت های دیگر تا توالت تازه میکنیم، کارهای پست دست میزنیم. برای که ما و شما فکر میکنیم که یک نفر دیگر باید، نمیدونم گفتیم رحمانوف از آسمان بچکه ما و شما را از این ظلم نجات بتیه. ما خیلی فکر نمیکنیم که باید همون یک نفر خودمون باشیم. ما و شما یک مردم شیدگی هستیم که به زبان روسی درمید میگن. درمید یعنی تیارخر. نمیخواهیم که عذاب بکشیم. تنبل میگن کو به زبان تاجیکی. ما و شما تنبل شدگیم. فقط این یک درسته که مبارزه بردن یک کاری آسان نیست، یک کاری خیلی مشکل است. اما ما و شما نمیخواهیم این مشکلی به دوش خود بگیریم. ما و شما فقط کوشش میکنیم که در گردن یک نفر دیگر باشه. ای دوری قرصک میزنیم، او خیلی مردک به غیرت بدست. میمبری ترم مردک به غیرت بشه. تو مرد نیستی. مرد بدن همون توالتی روسا را تازه کردن نه فقط. من حیران میشم به خدا قسم در همه جوانای امروزه. چرا شما یک بار فکر نمیکنین که مادرای شما به چی کاری شما فخر بکنن؟ چرا شما مایه افتخار مادرهاتون نمیشین؟ چرا مبارز نمیشین شما؟ چرا از دور نگاه میکنین مبارزا را احسن میگین، خودتون یک نفری نمیشین که به شما احسن بگن؟